من شخصا نظر من یه سریا، حالا نمیتونم اینجا رک بهتون بگم، یه خود منافعشون در خطر بود دیگه. من 8 سال فوتبالم آقای کروش نابوده، یه دونه‌تون حرف زدین؟ چون همتون منافعتون تو اون بوده، همتون از دم. چه منافعی آقا؟ خصوصا خود شما چه منافعی آخه؟ من نمیدونم. همین 360 این همین 360 منافعش تو همون بوده. چه منافعی؟ چی؟ من توهین نمی‌کنم چون مطمئنم از همتون. نه وایسید، عمق خط دفاع مدت‌ها مشکل داشت، همه کارشناسا ربطی نداره. نه دیگه. نه به شما ربطی نداره، من به شما نباید جواب پس بدم. اون به شما ربط نداره. عملکرد خط دفاعی تو نمیتونی به من بگی من خط دفاع مشخص بود. تیم ملی به شما باخت آقای خلیلزاده. بله به عملکرد خط دفاعی باخت. بیا خط دفاعی، عملکرد خط دفاعی همه